شادریان هستم. با ادامه مجموعه آموزشی آردوینو با محوریت پروژه‌های عملی در خدمتتون هستم. تو این قسمت در واقع تصمیم دارم در رابطه با یکی از قطعاتی که خیلی کاربرد داره و میتونید توی پروژه هاتون ازش استفاده بکنید در واقع به صورت کامل توضیح بدیم، چند تا مثال عملی رو با همدیگه انجام بدیم و اون قطعه هم قطعه جویستیک هست و حتما هم در واقع اسمش رو شنیدین. اگر حالا اسمش رو آشنا نباشین احتمالاً حتما دیدینش که در واقع اگر گیمر باشین و حالا در واقع بازی کرده باشین دیدید که در واقع یه همچین دسته هایی دارن که حالا امکان داره که مدل ها و شکل های مختلفی داشته باشن. توی همه اونها از این در واقع قطعه استفاده شده که در واقع قطعه جویستیک هست که در واقع میتونید حرکت رو کنترل بکنید، میتونید بین منوها جابجا بشید و سلکت بکنید. در واقع دقیقاً همون قطعه جویستیک هم برای ما این کارها رو انجام میده. حالا اینی که ملاحظه می‌فرمایید دو طرفه هست، یعنی دو تا ماژول جویستیک استفاده شده، ولی حالا ما در واقع با یه دونه از اونها هم میتونیم کارمون رو راه بندازیم. اگر میخواین حالا تعداد کنترل هاتون بیشتر بشه در واقع میتونید از دوتا هم استفاده بکنید. خب توی این قسمت به صورت کامل باهاش آشنا میشیم، مکانیزمش رو بررسی میکنیم و میبینیم که در واقع کلاً چی هستش. همونطور که گفتم حالا جویستیک بیشترین وسیله‌ایه که گیمرها با اون سر کار دارن. به زبان ساده جویستیک به وسیله‌ای هستش که حرکات دست شما رو در واقع حرکت‌هایی که بین اینها انجام میدید، به بالا پایین چپ راست فشار میدین، اونها رو به یک سیگنال الکترونیکی تبدیل میکنه. خب راحتی استفاده از جویستیک باعث شده که هنگام کار با اون حس کنید که حالا در واقع دارید یک بازی انجام میدید و خیلی راحت دارید کنترل رو انجام میدین. به خاطر همون هم خیلی استفاده میشه. حالا به عنوان شستی ها و اینا هم میتونید از این استفاده بکنید. خب عرضم به حضورتون که در واقع این ساختارش توی این تصویر بهتر مشخص شده. این ساختار یک جویستیک هست. همونطور که میبینید از دو تا پتانسیومتر در واقع استفاده کردن که معمولا اینها در واقع پتانسیومترهای 10 کیلو اوهمی هستش که در واقع زمانی که این اهرم به این طرف یا در واقع این هم در راستای محور افقی میتونه حرکت بکنه، هم در راستای محور عمودی، که در واقع یک پتانسیومتر برای کنترل کردن محور عمودی هست، یکی برای محور افقی. زمانی که این رو کنترل میکنید مقاومت مربوط به این پتانسیومتر افزایش و کاهش پیدا میکنه و بر اساس این حالا شما میتونید کارهای مورد نظرتون رو انجام بدین و در واقع باهاش کار بکنید. و همونطور که گفتم و توی تصویر هم ملاحظه می‌فرمایید یک پایه هم برای سویچ یا همون کلید در نظر گرفته شده. این جویستیک ها رو شما میتونید علاوه بر این که به 4 جهت حرکت میدین، اگر فشارش هم بدید به عنوان دکمه براتون کار میکنه. عیناً مثل یک دکمه معمولی، حالا یک پایه در واقع به دکمه اختصاص پیدا کرده. میتونید به هر پایه ای از آردوینو که خواستید وصلش بکنید و حالا با یک دستور ساده با ایف دیجیتال رید میتونید وضعیت این سویچ رو بخونید. اگر لو بود به این معنیه که در واقع فشار داده شده و حالا کارهایی که میخواین رو میتونید انجام بدین. همون که گفتم در واقع دو تا پتانسیومتر برای محور X و Y استفاده شده که با تغییر مقاومت این پتانسیومترها و تبدیل این مقاومت به ولتاژ الکتریکی و خوندن ولتاژ توسط آردوینو با استفاده از واحد ADC. اگر خاطرتون باشه آردوینو در واقع داره 6 تا کانال آنالوگ هست، ADC هست و این کانال هم 10 بیتیه. یعنی محدوده‌ای که برای شما برمیگردونه در واقع محدوده‌ای خواهد بود بین 0 الی 1023 که حالا باهاش کار خواهیم کرد. میتونید به دست بیارید. همونطور که گفتم در واقع واحد ADC توی کانال آردوینو 10 بیت داره که میشه 2 به توان 10 1024. پس محدوده‌ای که میتونه داشته باشه 0 الی 1023 هست. چون ولتاژ رفرنس آردوینو 5 ولت هست، این 5 ولت در واقع به 1024 بخش تقسیم میشه. وقتی جویستیک رو مثلا در محور X از ابتدا به انتهای مسیر حرکت میدیم، مقدار ADC اون از 0 تا 1023 تغییر میکنه. دقت داشته باشیم وقتی که جویستیک در حالت عادی خودش قرار داره، یعنی در حالت آزاد قرار داره، هم مقدار Xش 512 یعنی نصف حدود 1024
و هم مقدار وایش، یعنی هم محور ایکسش هم محور وایش، چون کاملا مشخصه دیگه در وسط قرار گرفته. پس این هم نکته‌ای هست که بایستی در رابطه با جویستیک بدونین که خدمتتون توضیح دادم. این همون اولین تصویر هست، 5 تا پایه داره، خیلی راحت. حالا GND و 5 ولت تغذیه مربوط به این ماژول هست. این در واقع VRX محور در واقع افقی رو کنترل میکنه که میتونید به یکی از پایه های آنالوگ آردوینو وصل بکنید و VRY هم در واقع محور وای رو کنترل میکنه و سویچ رو هم که خدمتتون توضیح دادم همون دکمه هست. این تصویر رو هم که ساختار داخلی جویستیک رو نشون میده بررسی کردیم، این رو هم قبلا دونستیم. این همون نکاتیه که خدمتتون گفتم، حالا تو این تصویر بهتر دیده میشه. ببینید زمانی که توی این موقعیت قرار داره، یعنی جویستیک در حالت آتیش قرار داره، هم ایکسش 512 هم وایش. وقتی به این سمت میره، حالا چون در راستای ایگرگ هست، حالا ایکس ثابت مونده، 512 مونده، وای صفر شده. هر چقدر حالا بالا میره وای در نهایت شده 1023. ولی چون محور حالا محور وای هست، ایکسمون ثابته. توی محور X هم در واقع به صورت عکس وایش 512 هست، کاملا مشخصه و در واقع اینجا X مقدارش صفر هست و هر چقدر حالا به این سمت اون اهرم رو میبریم X مقدارش در واقع به 1023 نزدیکتر خواهد شد. حالا توی این قسمت ها هم میتونید مدار رو قرار بدین، حالا اینها هم حالت های ترکیبی میشه، مثلا این نقطه یا این نقطه، پس اینها رو هم در نظر داشته باشید. خب این یه سری توضیحات در رابطه با ماژول جویستیک بود که خدمتتون ارائه دادم. اجازه بفرمایید بریم اولین پروژه‌ای که در واقع نوشتیم رو به صورت کامل تحلیل بکنیم و خروجیش رو هم بررسی بکنیم، ببینیم که در واقع به چه صورت هست. اولین مثالی که نوشتم در واقع همون مثالی هست که میخوام با تغییر دادن جویستیک این مقادیر رو توی ارتباط سریال ببینم. خیلی راحت در واقع میتونم این کار رو انجام بدم. خب من این پروژه تست رو اجرا میکنم. توی فریتسینک هم حالا اجازه بفرمایید الان مدارش رو رسم میکنم. خیلی خیلی ساده هست. برای اینکه وقتمون گرفته نشه حالا کدهاش رو نوشتم به صورت سطر به سطر خدمتتون توضیح خواهم داد. یک پروژه فریتسینک هم باز میکنم همینجا و از قسمت در واقع ویندو پارت رو انتخاب میکنم. حالا یه دونه آردوینو نیاز داریم که آردوینوی اونو رو من الان به پروژه اضافه خواهم کرد. در واقع این آردوینوی لئوناردو هست. آردوینو حالا خورده چون تنوعش زیاد هست شاید این هست. خب اینجا قرار میدم یک ماژول جویستیک. خب حالا هم این مدلی رو میتونید استفاده بکنید، میبینید که پایه هاش دقیقا همون ها هست. ببینم مثلا انواع و اقسام مدل ها رو داره. این یه مدل دیگه هستش، این حالا ماژولش هست، خیلی باهاش کار نداریم. این یه مدل دیگه هستش، مدل های مختلفی داره که حالا این هم مدلی هست که گفتم توی دسته بازی ها ازش استفاده میشه که در واقع اینجا 4 تا هم دکمه قرار گرفته و این هم همون جویستیک شما هست و اینجا هم حالا باز یه لغزنده داره که یه کار خاصی رو انجام میده. با این کار ندارم، اصلا به دردم هم نمیخوره. خب همین چیزایی که اینجا آوردم کفایت میکنه. ببینید مدار اولمون خیلی ساده هست. GND رو به GND آردوینو وصل میکنم. رنگ این رو سیاه رنگ در نظر میگیرم. بعد VCC رو به VCC یا همون 5 ولت آردوینو وصل میکنم. حالا برای راه اندازیش از 5 ولت استفاده بکنید. 3 ولت شاید یه خورده البته مشکلی پیش نمیاد. در اون صورت 3 ولت تقسیم میشه بین 1024 قسمت. این نکته رو در نظر داشته باشید. حالا 5 ولت بدین خیلی بهتر میشه. خب رنگش رو قرمز رنگ. یه دونه VRX داریم که این رو به کانال A0 وصل میکنم.
خب رنگش رو هم تغییر میدم، سبز رنگ. یه دونه VRY داریم که این رو به A1 وصل میکنم. رنگ این رو هم مثلا زرد رنگ در نظر میگیرم. هر رنگ که میخواین میتونید. و در واقع یه پایه کلید هم داره که مشخصه دیگه، دیجیتال هست. به پایه 2 آردوینو وصل میکنم، یا به هر پایه دیجیتال دیگه میتونید این رو هم وصل بکنید. خب رنگ این رو هم آبی رنگ مثلا در نظر میگیرم. همین در واقع مدارمون همین خواهد بود. حتی شما به عنوان تمرین میتونید یه دونه LCD قرار بدید و یه سری نتایج رو داخل LCD هم چاپ بکنید. خب من این رو در قسمت همون تست ذخیره میکنم که داشته باشین. به قسمت پراجکت میرم، پراجکت 5 و شماتیک مربوط به این هست. حالا اسمش رو هم تست میذارم. خروجی پروژه های فریتسینک هم FZZ هست. حالا میتونید اکسپورت های مختلف رو هم ازش بگیرین، هم به صورت PDF که در واقع توی همون مسیر که ذخیره کردیم پروژه رو در واقع اکسپورت گرفته میشه، و هم به صورت JPG که فرمت تصویر هست. خب این از این. الان میریم و کد رو به صورت کامل تحلیل میکنیم. پس مدارمون شد همین مداری که ملاحظه میکنید. ببین اینجا اومدیم در واقع توی اول کار از کانست استفاده کردیم. حالا اگر کانست هم ننویسید هیچ مشکلی پیش نمیاد، یعنی اصلا مهم نیست. کانست فقط باعث میشه که در واقع این متغیرهایی که در نظر میگیرید ثابت باشه، یعنی در طول برنامه شما نمیتونید مقادیر اینها رو تغییر بدید. یعنی مثلا دیگه نمیتونید SW رو بیاید 3 بگیرید. این یه مکانیزمیه در واقع توی برنامه هایی که حالا تعداد کدشون زیاد هست استفاده میشه که برنامه نویس اگر احیانا توی یه جای برنامه بیاد باز همین اسم متغیر رو استفاده کنه به عنوان یک متغیر، در اون صورت کامپایلر بهش خطا بده و اون متوجه بشه که در واقع مشکل از چیه. چون شما تصور بفرمایید که اینجا مثلا اگر این کانست رو ما نمیذاشتیم، برنامه‌مون طولانی بود، برنامه نویس یادش میرفت که همچین متغیری داره، میومد باز همون متغیر رو تعریف میکرد، حالا در واقع داخل اون متغیر یه مقداری قرار میداد، مقدارش در واقع دیگه تغییر پیدا میکرد. ولی وقتی که کانست میشه این مشکل از بین میره. خب SW یا همون سویچ رو یه متغیر در نظر گرفتم که پایه شماره 2 رو بهش اختصاص دادم، وصلش کردم. VRX رو به در واقع A0 به کانال آنالوگ A0 وصل کردم و Y رو هم VRY رو به در واقع A1 وصل کردم. خب در قسمت واید ستاپ اولین کاری که میکنم میگم دکمه به صورت اینپوت پول آپ هست، چون در واقع میخوام اون رو وقتی که فشار دادم حالا یه اتفاقی بیفته، وقتی که فشار ندادم یه اتفاق. برای اینکه میخوام نتیجه کار توی خروجی هم دیده بشه از سریال بیگین استفاده میکنم. حالا دوستایی که این قسمت ها رو متوجه نمیشن، اشکال دارن، حتما توصیه میکنم که پکیج آردوینو رو که به صورت مقدماتی و 0 تا 100 آموزش داده شده مطالعه بکنن، چون در واقع تمام دستورات اینا همش داخلش آموزش داده شده و پیش نیاز این دوره در واقع همون دوره آردوینو هست. خب اینجا یه ارتباط سریال ایجاد کردم در واقع با استفاده از بیگین. سرعت اتصالش رو 9600 در نظر گرفتم. بعد در واقع در قسمت وید لوپ اون کارهایی که میخوام اتفاق بیفته رو انجام دادم. اومدم از متد پرینت مربوط به کلاس سریال استفاده کردم که توی ارتباط سریال یا همون سریال مانیتور بتونم یه چیزی رو در واقع چاپ بکنم. اول میخوام وضعیت سویچ رو یا کلیدم رو بزنم. ببینید اول می نویسیم سریال پرینت، این عبارت نمایش داده میشه سویچ، بعد الان وضعیتش توسط خوندن اون پایه اتفاق میفته که میام سریال پرینت میکنم، یعنی توی این خروجی میخوام مقدارش رو نمایش بدم که حالا دیجیتال برید SW یا لو خواهد بود یا های خواهد بود. اگر شما اون کلید رو در واقع جویستیک رو به سمت داخل فشار بدین باعث میشه که نتیجه دیجیتال رید در واقع لو بشه و بیاد اون رو در واقع توی خروجی چاپ بکنه. اگر آزاد باشه و در واقع مقداری وجود نداشته باشه، مقدار های که معادل همون 1 هست رو توی خروجی چاپ میکنه.
برای لو مقدار برای لو مقدار 0 چاپ خواهد شد و برای در واقع کلیک نکردن مقدار 1 چاپ خواهد شد. میدونید دیگه لو همون صفرمون هست یا همون فالسمون هست، 1 همون های یا ترومون هست. پس اینا توی اول کار هم گفتم که در واقع عبارت‌های یکسانی هستن. بعد اومده سریال پرینت رو نوشتیم، از بکسلش تی استفاده کردیم، عیناً هر کدوم از اینها یک تب ایجاد میکنن. مثلا اینجوری بخوام خدمتتون توضیح بدم، اینجا اول میاد مقدار سویچ رو مینویسه، مثلا این در واقع خود سویچ رو پرینت میکنه، 2 نقطه رو میذاره، اینجا دیجیتال رید میکنه. حالا گفتم یا 0 یا 1. 0 به معنی لو بودن یا فشار دادن هست. بعد ببینید اومده 2 تا بکسلش تی استفاده کرده، یعنی یه دونه تب 2 تا تب، و بقیه کار رو از اینجا می نویسه. باز میاد توی این خط VRX می نویسه، این رو میذاره جلوش یه فاصله. ببین اینجا از دستور آنالوگ رید استفاده میکنه مقدار X رو. خب X هم کانال A0 مون هست دیگه، پس مقدار اون خونده میشه که گفتم بازش 0 الی 1023 هست. در حالت عادی بایستی یه عددی مثل 512 برگردونه. البته دقت بکنید اگر در واقع حالا احتمال داره که دقیق 512 رو برنگردونه، چون حالا جویستیک ها حالا عیبی هم که دارن اینه که از محیط نویز میگیرن. این باعث میشه که این مقدار حالا کم و زیاد بشه یا در واقع درست هم نباشه. ولی حالا محدوداً در واقع وقتی که در حالت آزاد قرار میگیره، یعنی به هیچ سمتی فشار ندید محور X رو، بایستی 512 باشه. خب بعد باز در واقع میاد 2 تا تب اجرا میکنه و VR Y نوشته میشه و مقدار این هم در واقع توسط آنالوگ رید Y خونده میشه و تو اینجا نمایش داده میشه که در حالت عادی این هم 512 خواهد بود. بعد در واقع یک دیلی به مقدار نیم ثانیه اتفاق میفته، میاد مجددا اینها رو توی ارتباط سریال نمایش میده و اینجا هم حالا یک خط میکشه که مشخص باشه. ببین این رو هم پرینت لین کردم، یعنی این رو میکشه توی این در واقع ارتباط سریال یا سریال مانیتور، چون پرینت لین هست میره به خط بعدی. پس این نکته رو هم خاطرتون باشه که به چه صورت هست. خب به این صورت الان این رو تست هم میکنیم تا نتیجه کار رو کامل ببینید که به چه صورت هست. خب من مدارم رو دقیقاً مثل همون چیزی که خدمتتون گفتم بستم، الان آماده هست که تغذیه‌اش رو برقرار بکنم. من این کار رو انجام میدم و الان در واقع کاری که میکنم این رو آپلود میکنم از قسمت پورت کام 21 و این رو آپلود میکنم داخلش. خب به اتمام میرسه. من الان سریال مانیتور رو باز میکنم، ببینید سرعت 9600، هر نیم ثانیه این آپدیت میشه. ببینید چون من الان هیچ دکمه رو فشار ندادم به داخل، مقدار 1 برمیگرده. الان ببینید من دکمه رو فشار میدم، مقدار 0 میشه، باز رها بکنم 1 میشه و به این قسمت ها اگر دقت بکنید دقیق 512 نیست، یه خورده فرق میکنه ولی توی همون حوالی هست. من الان اگر این رو در واقع اون جویستیک رو حالا در یک راستا در راستای عمود بچرخونم، ببینید 0 شد. الان در جهت عکس بچرخونم 1023 میشه، ولی محور وای ثابت هست. ببینید 520 همون ثابته هست. الان در راستای محور X میخوام انجام بدم، ببینید الان 1023 شد VRX، چون یه خورده در واقع به محور وای هم ربط دادم. ببینید مقدار اون هم از 512 یه خورده فرق کرد، 392 شده. ولی اگر اینجوری بکنم این حالا بایستی ثابت بمونه و تغییر اساسی نداشته باشه. الان فقط VRX تغییر میکنه و حالا در این جهت هم بکنم که این 0 میشه. این هم حالت ترکیبیه. مثلا ببینید 1023، این الان میخوام یک حالت ترکیبی به وجود بیاد، هر دوتا یعنی کم و زیاد بشن.
کاملا مشخصه که این اتفاق میفته. این الان یه حالت ترکیبیه که باز اگر تغییرش بدم، این حالا سویچ رو اگر بزنم همونطور که مستحضر هستید تغییر پیدا میکنه و کاملا اوکی هست. پس این اولین پروژه‌مون بود که حالا اومدیم خیلی راحت تستش کردیم و ملاحظه کردید که وضعیت جویستیک نمایش داده شد. من الان آردوینو رو تغذیه‌اش رو قطع کردم و این هم متوقف شد. خب الان به چه صورت میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ به چه صورت میتونیم حالا کنترل های مورد نظرمون رو انجام بدیم؟ خب ساده ترین روش اینه که شما مثلا 4 تا جهت دارین، توی هر کدوم حالا مثلا میخواید یه کاری اتفاق بیفته. وقتی به سمت بالا جویستیک رو میبرید میخواید یه اتفاقی بیفته، وقتی به سمت پایین میبرید یه اتفاق، وقتی به سمت راست یه اتفاق، وقتی به سمت چپ یه اتفاق. خب برای این به چه صورت میتونیم انجام بدیم؟ حالا پروژه دوممون در واقع اون رو مشخص میکنه. من این رو میبندم، میریم سراغ دومین پروژهمون که حالا سورس اون رو هم نوشتم، آماده هستش. فقط مدارش رو طراحی خواهیم کرد، همین کنترل هست و اینکه در واقع تستش میکنیم با هم تا نتیجه کار رو ببینیم که به چه صورت هست. حالا توی پروتئوس متاسفانه جویستیک وجود نداره که من بتونم براتون شبیه سازی بکنم. البته شاید لایبرریش توی اینترنت باشه. اگر جویستیک لایبرری بنویسید که جویستیک پروتئوس من از 7 استفاده میکنم. به این صورت حالا بنویسیم ببینیم. اول به تصاویرش نگاه بکنیم ببینیم همچین چیزی هست. من که زیاد حالا در واقع توی پروتئوس ندیدم. میبینید که حالا موارد اولیه‌اش هم زیاد به اون صورت چیز خاصی نمیارن که بشه ازش استفاده کرد. ولی حالا شاید هم وجود داشته باشه، دقیقاً اطلاع ندارم. ببینید توی این نمونه ها حالا از جویستیک زیاد استفاده نشده. خب اشکال نداره، به صورت عملی هم تست خواهیم کرد و نتیجه کار رو خدمتتون نمایش خواهیم داد. خب توی این پروژه که در واقع میخوایم عملکرد جویستیک رو تست بکنیم، من 4 تا لامپ رو استفاده کردم، 4 تا LED رو، یه دونه اسپیکر یا بازر رو استفاده کردم. همونها دیگه چیز خاصی لازم نیست و یه دونه هم که همون در واقع جویستیک رو استفاده کردم. خب 4 تا LED رو که میگم در واقع اون LED که در واقع توی موقعیت جلو قرار میگیره به پایه 8 وصلش کردم، اون عقبی رو به پایه 9 وصلش کردم، در واقع سمت راستی رو به پایه 10 و سمت چپی رو به پایه 11. خب بلندگو یا بازرم رو به پایه 3 وصل کردم، دکمه رو به پایه 2 وصل کردم، محور X به همون پایه 0 و محور Y به همون پایه 1. خب بریم با همدیگه طبق این چیزایی که اینجا نوشتیم شماتیک رو با همدیگه بکشیم. باز یه پروژه فریسینگ باز میکنیم. خب همون جویستیک رو که داشتم میام اضافه میکنم، یه دونه بورد آردوینو، خب اینجا قرارش میدم، بعد 4 تا LED که حالا دوپلیکیت میگیرم و یه دونه هم حالا بازر یا همین بازری که قبلا داشتیم اوکی بود. خب این قسمت رو حذف میکنم. الان بریم سراغ پروژمون. خب ببینید من این همون LEDیه که سمت جلو قرار گرفته، از همین دوپلیکیت میکنم، یکی رو تو اینجا قرار میدم، توی موقعیت یه خورده این طرف تر بکشم، دوپلیکیت میگیرم، این در واقع سمت راست خواهد بود، یکی دیگه دوپلیکیت میکنم، این رو هم پایین قرار میدم. یعنی یه حالتی قرار میدم. الان انتظار دارم زمانی که مثلا عیناً جویستیک رو حالا به این سمت میبرم این روشن بشه، به این سمت میبرم سمت چپی روشن میشه، به سمت بالا میبرم این روشن بشه و به سمت پایین میبرم این روشن بشه. حالا یه دکمه هم قرار میدم که زمانی که اون اتفاق افتاد یه عملکرد خاصی اتفاق بیفته.
فقط من از قسمت ویندو یه دکمه هم اضافه بکنم. همین دکمه هایی که در واقع توی جلسه قبل استفاده می کردیم اوکی هست. خب به این صورت اینا رو قرار میدم. این هم از دکمه. خب حالا من در واقع این قسمت بالا رو کلا به GND ها اختصاص میدم. و حتی این دوتا رو هم به هم وصل میکنم که کلا GND باشه. خب الان اون GND هایی که لازم هست رو میام به اینا وصل میکنم. ببین اول در واقع از اینجا یک سیم به این GND بازر میبرم که گفتم حالا اگر اسپیکر باشه در واقع پولاریته زیاد معنی نداره و شما میتونید حالا هر کدوم رو خواستید به GND وصل بکنید و هر کدوم رو خواستید در واقع بیاید چیکار بکنید به VCC یا به یکی از پایه ها وصل بکنید. خب برای دکمه هم باز به همین صورت این پایه از دکمه رو هم به زمین وصل میکنم چون یکی از پایه ها حتما بیستی زمین بشه. خب حالا این یکی پایه‌ای که میمونه چون توی تعریف پایه 2 در نظر گرفته بودم میام به پایه 2 وصلش میکنم. رنگ این رو حالا نارنجی رنگ در نظر میگیرم. بلندگو رو طبق تعریف که اینجا انجام دادم بازر به پایه 3 وصل خواهد شد. خب این هم به این صورت انجام میشه. خب الان جویستیک رو این GNDش رو که در واقع به این قسمت باز وصل میکنم. یه خورده بزرگتر بکنم کامل مشخصه GND هست. رنگش رو هم سیاه رنگ در نظر میگیرم. این کلا دو تا قسمت پایین رو هم به 5 ولت اختصاص میدم. رنگش رو قرمز رنگ. حالا به این صورت هم اینا رو وصل میکنم. این در واقع VCC من هست که در واقع 5 ولت نوشته. از این به همین 5 ولت وصلش میکنم. حالا میمونه قسمت های دیگه. حالا من در واقع یه اشتباهی مرتکب شدم که دکمه اضافه کردم. این در واقع توی جویستیک بودش، نیاز به دکمه نیست. اصلا اون در واقع SW بایستی استفاده میکردیم، مثلا این دکمه نیاز نیستش. اینو کلا پاک بکنیم. اینو که وصل کردم SW رو میام چیکار میکنم به پایه 2 وصلش میکنم. رنگ این رو هم حالا نارنجی در نظر بگیریم. ببینید این همون پایه SW بود، روش هم قرار بگیریم. SW هم همون سویچه. خب الان موند VRX و VRY. خب A0 رو که خدمتتون توضیح دادم به VRX وصل خواهد شد. رنگ این رو هم در واقع هر رنگی میتونید در نظر بگیرید. من مثلا این رو میخوام سبز باشه رنگش. و این یکی رو هم که پایه 1 آنالوگ هست به VRY وصل میکنم. خب به این صورت الان میرسیم سراغ LED ها. LED ها هم کار خاصی نداره. حالا یه پایه‌شون که به GND بایستی وصل بشه که اینا رو خیلی راحت
من از اینجا وصلش بکنم این به این صورت. حالا این هم GND پایه کوتاه‌تر پایه GND میشه. بتونم ببرم بالاتر که بتونم از این پایه حالا استفاده بکنم. خب این هم GND، این هم GND و این هم GND. خب به این صورت اینا رو وصل کردم. الان پایه هایی که میمونه رو طبق همون تعریفی که داشتیم برای اونی که در واقع بالا هست یا جلو هست بایستی به پایه 8 وصلش بکنم. حالا از اینجا خیلی راحت یه ارتباط بگیرم با کنترل اینا رو تغییر بدم. رنگ اینها رو هم مثلا یه رنگی بگیرم که متفاوت باشه. خب این رنگ مناسبه. خب این از این پایه این جلویی در واقع به 8 وصل میشه. توی اینجا هم به همون صورت گفته بودم فرانت به 8 عقبی به 9 که میشه این. برای این هم یک خمیدگی ایجاد میکنم. الان بریم سراغ چپ و راست. خب راست رو که 10 در نظر گرفتم میشه این. و این هم که در واقع چپ هست بایستی به 11 وصل بشه. خب اینا رو هم به این صورت وصل کردم. حالا خودتون وقتی که روی برد بورد اینا قرار میدید میتونید اوکیش بکنید، بهترش بکنید. الان مدار این قسمت هم تموم شد. هم اینها بود و دیگه کار خاصی نیاز نیست انجام بدیم. خب این رو هم کنترل اس بزنم در قسمت حالا کنترل ذخیرش بکنم. اسمش رو همون کنترل در نظر بگیرم. فایلش fzz هست. خروجی های مختلف رو هم ازش بگیرم. هم به صورت PDF و هم به صورت JPG یا همون تصویر. خب اینم از این. خب بریم الان برنامه آردوینوش رو با هم دیگه تست بکنیم توی کنترل که در واقع اینجا باز کردیم. ببینید اینا همون تعریفای ما هست که باز از کانست استفاده کردیم اولش. اگر نکنید هم هیچ اشکالی نداره. دقیقا همین چیزایی که اینجا نوشته شده در واقع اومدیم توی فریسینک پیاده سازی کردیم. بلندگو به پایه 3، LED سمت چپ 11، سمت راست 10، عقبی 9 و جلویی 8. در واقع SW جویستیک به پایه 2، VRX به پایه A0 و VRY به پایه A1. خب اینجا همه LED هام رو و حتی در واقع بلندگوی اسپیکرم رو به صورت آوتپوت در نظر میگیرم که چون در واقع میخوایم مقدار 0 و 1 رو روی اینها قرار بدیم. حتما SWP بایستی به صورت اینپوت پولاب باشه چون یه دکمه هستش. مقدار اولیه‌ای که در واقع روی دکمه قرار میدم مقدار های هست. اگر این دستور رو هم ننویسم خودش دیفالت همینه. ولی حالا برای اینکه خیالمون راحت باشه اول دکمه فشار داده نشده مقدار های رو روی اون قرار میدم. باز اطلاعات ارتباط سریال رو بیگین میکنم و الان در واقع میرم سراغ وایل لوپ. خب از دستور انالوگ رید میام مقدار x رو میخونم. این رو توی پوزیشن x داخل میکنم یعنی همون محور افقیم رو و محور افقیم رو در داخل متغیر پوزیشن y. خب الان مقادیری که پوزیشن x و پوزیشن y خواهد داشت 0 الی 1023 هست و وضعیت در واقع سویچ استاتوس هم رو هم از دستور دیجیتال رید استفاده میکنم و SW پین رو میخونم که حالا یا 0 خواهد بود یا 1. اگر فشار بدیم 0، اگر در حالت خودش باشه که 1 میشه. خب اول از همه میایم اینا رو باز توی ارتباط سریال نمایش میدیم. اینا برای این بود که بتونیم توی ارتباط سریال این نتایج رو نمایش بدیم. خب این وضعیت سویچ رو مشخص میکنه. الان مقدار فعلی x چقدر هست رو مشخص میکنه و این هم مقدار y رو مشخص میکنه. کاملا مشخصه دیگه در واقع به چه صورت هست. اینا رو اینجا انجام دادیم و کاملا مشخصه.
خب الان اینجا میایم بر اساس حالا حالتهای مختلف تصمیم گیری میکنیم. میگیم اگر در واقع دکمه‌مون فشار داده شده باشه، گفتم چه زمانی فشار داده میشه؟ زمانی که سویچ استاتوسش که در واقع اینجا یه متغیر هست مساوی 0 یا همون لو باشه. در این صورت گفتم بیا یک صوتی رو از بلندگو پخش بکن، این فرکانسشه. بعد یک تابع تحت عنوان آن رو فراخوانی کردم. خب تابع آن چیه؟ همه LED ها رو روشن میکنه. ببینید اینجا یه برنامه نوشتم، یه در واقع کد نوشتم. 4 تا LED داریم که از 8 تا 11 شروع میشه. گفتم توسط یه حلقه وار که 4 مرحله، توسط یه حلقه فور که 4 مرتبه اتفاق میفته، بیا در واقع از دیجیتال رایت استفاده کن و روی پایه مورد نظر 1 یا های رو قرار بده که روشن بشه. این 4 مرتبه اتفاق میفته و هر 4 تا LED روشن میشه. آف هم برای خاموش کردن هر 4 تا LED به جای 1 0 رو روی اون پایه قرار دادم. خب پس اینجا اومدم یک صوتی رو پخش کردم، بعد همه LED ها رو خاموش کردم. گفتم در غیر این صورت، یعنی اگر کاربر دکمه رو رها کرد دیگه صدا پخش نشه، از نوتون استفاده کردم. در واقع با دستور نوتون و تون هم آشنا هستید، توی قسمت حالا پیانو موزیکال خدمتتون توضیح داده بودم. و بعد آف رو فراخوانی کردم که همه دکمه ها خاموش بشه. حالا بریم به قسمت های در واقع جهتی، یعنی همون لامپ هایی که جلو قرار دادیم و عقب قرار دادیم و یه سری موارد دیگه. ببینید الان پوزیشن X رو من بررسی میکنم. میگم اگر کوچکتر مساوی 400 باشه، ببین یه خورده پایینتر در نظر میگیرم که خیلی حساس نباشه. مثلا در حالت عادی من بایستی این رو مثلا 512 در نظر میگرفتم، میگفتم کوچکتر مساوی 512 باشه. ولی حالا برای اینکه یه مقدار هم جا داشته باشه 400 میذارم، یکم کمتر. در اون صورت LED behind یعنی پشتی روشن بشه. در غیر این صورت، یعنی اگر این برگشت به حالت عادی خودش، اون رو خاموش بکن. خب اینجا هم ببین باز بایستی این رو 512 به در نظر می گرفتم که LED جلویی روشن بشه، ولی من چیکار کردم؟ 550 در نظر گرفتم، یه در واقع میشه گفت جا گذاشتم واسش. این هم LED جلویی رو روشن میکنه، در غیر این صورت حالا خاموش میشه. توسط وای هم میتونیم LED راست و عقبی رو در واقع راست و چپی رو کنترل بکنیم که باز همون مقادیر رو اینجا قرار دادم، کاملا مشخصه. اینجا هم به همون صورت و اینجا هم به همون صورت. خب این هم پروژه در واقع کنترل 4 جهته هست که خدمتتون توضیح دادم به چه صورت هست. ملاحظه می‌فرمایید که کار خاصی نمی کنیم و در واقع توسط همون اطلاعاتی که در رابطه با همون جویستیک داریم میتونیم یه برنامه بنویسیم که کاملا اوکی بشه و هر فرمانی، هر در واقع جویستیک رو به هر صورت که ما در واقع اوکی بکنیم بیاد انجام بشه. خب پس این از این. الان که اینها رو اوکی کردیم، بریم و پروژمون رو میتونیم کامپایل بکنیم و تستش رو انجام بدیم که الان این کار رو انجام خواهم داد. خب ببینید من اینجا در واقع این رو میزنم، بعد مشکلی وجود نداره. الان در واقع وصلش میکنم. پورت هم که به درستی انتخاب شده کاملا اوکی هست و الان در واقع کافیه که این رو آپلود بکنم. خروجی کار رو هم براتون نمایش خواهم داد. خب این اوکی هست. سریال مانیتور رو باز میکنم. ببینید این وضعیت رو نشون میده، وضعیت دکمه و حالا قسمت های دیگه. اگر بزنم، دکمه رو بزنم، صدای بوق رو میشنوید حتما. صفر هم شد، همه LED ها هم روشن میشه و بعد که رها میکنم خاموش میشه. حالا جهتی ها رو تست میکنم. الان بالایی روشن هست، به سمت بالا حرکت دادم، الان پایینی، الان سمت راست و الان هم سمت چپ. کاملا درست هست و برنامه کاملا درست کار میکنه. خروجی کار رو هم بهتون نشون خواهم داد. خب این هم از دومین پروژمون که به صورت کامل حالا خدمتتون توضیح دادیم و شبیه سازیش رو هم با همدیگه انجام دادیم. بریم سراغ پروژه آخرمون که در واقع راه اندازی سرو موتور هست. در رابطه با سرو موتورها بخوام خدمتتون توضیح بدم، حالا موتورهایی هستن میشه گفت مثل موتورهای دیسی، با این تفاوت که یه پایه دیگه دارن که به یکی از پایه های PWM
در واقع آردوینو وصل میشه و توسط اون شما میتونید اون درجه دلخواه رو روی سرو موتورها ایجاد بکنید. چون سرو موتورها در واقع موتورهایی هستن که شما به صورت کامل میتونید کنترلش بکنید. توی بازوهای ربات یا در واقع توی پروژه هایی که نیاز به دقت بیشتری دارن ازش استفاده میشه. خب بریم برنامه رو ببینیم و در واقع توی اینجا حالا از یک حالت دیگه هم استفاده کردیم، از پایه های آنالوگ برای تامین تغذیه مثبت و منفی استفاده کردیم که به صورت کامل خدمتتون توضیح میدیم. و چون حالا فقط یه دونه سرو موتور داریم، فقط از یک محور استفاده میکنم، از محور X یا محور Y، که من اینجا حالا از محور X استفاده کردم و اون رو به A0 وصل کردم. و حتما اون پایه در واقع مورد نظر سرو موتور که برای کنترل هست بایستی به یه پایه‌ای وصل بشه که قابلیت PWM شدن رو داشته باشه. در رابطه با سرو موتورها هم باز در واقع به صورت خیلی کامل توضیح داده شده توی مجموعه آردوینو و اون چیزایی که حالا لازم بود اینجا هم خدمتتون گفتم. فقط اجازه بفرمایید که در رابطه با سیم بندی هاش یه توضیحی بدم. 3 تا سیم داره، هر رنگش حالا مشخص میکنه که به چه صورته. ببینید این سرو موتور هست، حالا انواع مختلفی داره، دارای 3 تا سیم خواهد بود. به قسمت ایمیج برم، اونی که حالا سیم هاش رنگش مشخصه. ببینید این رنگ بندی همیشه برقراره. من اینو بزرگش بکنم. یکی از سیم ها رنگش نارنجی رنگ هست که همون پایه کنترلی ما هست، به یکی از پایه های PWM در واقع آردوینو وصل خواهد شد. پایه وسط قرمز رنگ هست که همون VCC یا 5 ولت شما خواهد بود و پایه در واقع سمت راست پایه قهوه‌ای رنگه که GND شما خواهد بود. پس این نکات رو حتما در نظر داشته باشید. حالا توی فریتسینگ شاید رنگش فرق بکنه، ولی در عمل در واقع این رنگ بندی وجود داره. خب میگم مدل های مختلفی هم وجود داره. 2 نوع سرو موتور هم وجود داره که یکی 180 درجه هست، یعنی میتونه صفر تا 180 درجه رو بره، و یه سریشون هم صفر تا 360 درجه هست، یعنی میتونن یه دور کامل رو بزنن، یعنی 360 درجه که متناسب با نیاز خودتون میتونید حالا هر کدوم رو که خواستید انتخاب بکنید. حالا این فرمتش فرق میکنه. من اجازه بفرمایید از این یه اسکرین بگیرم، شاید به دردتون بخوره، براتون در واقع توی همین قسمت قرار بدم. خب این رو هم براتون در واقع در قسمت مربوط به کورسمون پراجکت 5 و سرو تو اینجا قرار میدم که داشته باشین. و الان بریم سراغ طراحی مدارمون. از این قسمت من پارت رو بزنم، باز یه بورد آردوینو نیاز خواهم داشت. بعد یه دونه سرو موتور که اگر سرو رو بزنید براتون میاره. همین هست که اینجا میبینید. توی فریستینگ رنگهاش فرق میکنه. حالا اونی که GND سیاه رنگه، اونی که قرمز رنگ VCC و اونی که کنترلیه که گفتم نارنجی رنگ میشه زرد رنگ شده اینجا. خب همینها کافیه. و یه دونه هم جویستیک، اینم از جویستیکمون. خب این قسمت رو ببندیم، بریم سراغ رسم این. خب اینجا ببینید در واقع چی کار کرده. سرو پین رو، یعنی اونی که برای کنترل هست، به پایه 9 وصل کرده. پس من این پایه رو چی کار میکنم؟ به پایه 9 که قابلیت PWM رو هم داره میام وصلش میکنم. یه لحظه اینو. خب
رنگش رو هم نارنجی رنگ میگیرم که کاملا مشخص باشه. خب این قسمت که حالا در واقع VCC بایستی به 5 ولت وصل بشه که این کار رو هم انجام میدم. از این 5 ولت به این وصل میکنم، رنگش رو قرمز رنگ و حالا GND هم که برای GND استفاده میشه. اجازه بفرمایید که از این GND استفاده بکنم تا یه خورده رنگ این رو هم سیاه رنگ در نظر میگیرم. خب این از این. الان بریم سراغ جویستیکمون. برای جویستیک ببینید چی کار کردیم. از پایه های آنالوگ استفاده کردیم، هیچ مشکلی نداره. ببین اینجا یه دونه پایه در واقع از دیفاین هم شارپ دیفاین هم مثل کانست برای تعریف ثابت هامون میتونیم استفاده بکنیم، فقط با این تفاوت که در آخرشون در اون صورت نیاز نیست سمیکالون بذاریم. و حالا دستور شارپ دیفاین یک دستور پیش پردازنده هستش، حالا نسبت به کانست یه سری تفاوت هایی داره ولی در واقع کارشون یکسان هست. این در اون چیزی که جلوی دیفاین نوشته میشه اصطلاحاً بهش ماکرو میگن و در واقع حالا یک ماکرویی هست، یک متغیری که یه مقدار خاصی داره. خب اینجا من یه دونه گراند جوی پین در نظر گرفتم که در واقع A3 هست، یعنی GND رو به A3 وصل کردم. توی اینجا پین مود رو اگر ببینید گراند جوی پین رو من آوتپوت در نظر گرفتم. چرا؟ چون میخوام مقدار 0 یا 1 روش قرار بدم. چون این رو گراند در نظر گرفتم مقدار 0 رو روش قرار خواهم داد. اجازه بفرمایید وصلش بکنم. پس الان GND رو به A3 وصل کردم. یعنی زمانی که شما پایه های بیشتری از دیجیتال نیاز دارید میتونید از آنالوگ هم استفاده بکنید. این حالا یه نکته‌ای هست که در واقع تو این پروژه خواستم خدمتتون توضیح بدم، به خاطر همون به این صورت انجام دادیم. خب این از این. حالا بریم سراغ اون یکی. وی آوت رو یا VCC رو به A2 وصل کردم به این صورت. و حالا از A1 هم میگم چون یه دونه سرو موتور هست با استفاده از یه محور میتونید کنترلش بکنید. من از VRX استفاده کردم که اون رو هم به A1 وصل کردم. رنگ اینا رو هم تنظیم کنم. این میشه رد، این میشه حالا برای کنترل هست، حالا رنگی مثلا نارنجی یا حالا زرد هم خوب بود. خب به این صورت. خب اینم وصل کردیم. اوکی. الان ببینید اینجا چی کار کردیم. اول اومدیم کتابخونه servo.h رو معرفی کردیم چون میخوایم از یه دونه سرو موتور استفاده بکنیم و یکی از کتابخونه هایی است که به صورت بولتین در واقع به صورت داخلی وجود داره و نیاز نیست که لایبرریش رو اضافه بکنید. بعد اومدیم در واقع سرو پین رو گفتیم که پایه 9 هست، دیدید که پایه کنترلی رو به 9 وصل کردم و حتما هم بایستی PWM باشه. بعد اومدم از کانال در واقع A3 استفاده کردم به عنوان گراند، از کانال A2 به عنوان VCC جویستیک و A1 رو هم که در واقع همون محور در نظر گرفتم که میخوام اطلاعات این رو بخونم و در واقع بیام سرو موتورم رو کنترل بکنم. از کلاس سرو یک نمونه میسازم، اسمش رو مای سرو می نویسم، عیناً مثل لیکوید کریستال که ازش یک نمونه میساختیم. در قسمت وید ستاپ حالا میام چیکار میکنم؟ ارتباط سریال رو شروع میکنم. پین مود هایی که انجام میدم ببینید این دوتا رو که در واقع A3 و A2 رو که گفتم برای وی آوت و GND هست به صورت آوتپوت در نظر میگیرم چون میخوام مقدار 0 و 1 رو روی اونها قرار بدم و توی اینجا هم اگر ببینید کامل مشخص شده. روی وی آوت های قرار دادم یعنی همون 5 ولت و روی GND لو قرار دادم یعنی همون 0 و توسط دستور مای سرو اتچ اومدم گفتم که پایه 9 رو میخوام من در واقع وصل بکنم و به عنوان سرو موتورم استفاده بشه در واقع توی این دستور. خب در قسمت وید لوپ کاری که انجام دادم این هستش که اومدم یه دونه دیلی گذاشتم، یک تأخیر خیلی کم.
بعد اومدم اطلاعات محور رو خوندم که هر سری که شما محور وای رو تغییر میدین باعث میشه که مقداری که روی در واقع جویستیک ولیو قرار میگیره مقدارش بین 0 الی 1023 باشه. خب کدوم کانال رو میخواین اطلاعاتش رو بخونید؟ X جوی پین، همون دیفاینی که اینجا تعریف کرده بودیم و گفته بودیم که پایه A1 مون هست. خب الان این رو خوند. الان محدوده این 0 الی 1023 هست. توسط دستور مپ که قبلا هم بهتون گفتم میتونم این رو که محدودش 0 الی 1023 هست به 0 الی 180 درجه بیام چیکار بکنم؟ تبدیل بکنم. حالا اگر سروتون 360 بود به جای 180 میتونستید 360 بذارید. و حالا برای اینکه سرو موتورتون حرکت بکنه میتونید از متد رایتش استفاده بکنید و همین مقداری که الان محدودش یک عددیه بین 0 تا 180 درجه و زاویه سرو رو مشخص میکنه بیایید بهش اختصاص بدید. این باعث میشه که سرو موتورتون به اون اندازه حرکت بکنه. خب دیدین که این هم پروژه خیلی حالا جالبی بود. همین که در رابطه با این هاند خدمتتون توضیح دادیم، هم از سرو موتور استفاده کردیم. در رابطه با سرو موتور هم یه سری توضیحاتی رو خدمتتون ارائه دادیم و گفتیم که حتما بایستی به یک پایه PWM وصل بشه که بتونه کنترل بشه و به این صورت. خب الان برای اینکه پروژم رو تست بکنم دقیقا همون مداری که با هم دیگه بستیم رو من انجام میدم. تغذیه مربوط به آردوینو رو هم وصل میکنم و میرم به این قسمت. تو اینجا حتما پورت رو انتخاب میکنم، کام 22 کامپایلش میکنم. خروجی این رو هم براتون نمایش خواهم داد که به چه صورت هست. خب الان این رو آپلود میکنم، در حال آپلود شدن هست. الان من اگر بله کاملا اوکی هست و کاملا اوکی هست. اگر یه خورده رها بکنم در واقع ملاحظه میکنید که کامل درست هست و حرکت میکنه، یعنی 180 درجه رو میتونم انجام بدم که خروجی کار رو هم بهتون نشون خواهم داد. خب امیدوارم از این پروژه هم نهایت استفاده رو برده باشین و در واقع مبحث مربوط به جویستیک رو هم به صورت کامل حالا درک کرده باشین. انشالله در واقع در ادامه با پروژه های قطعات دیگه در خدمتتون خواهیم بود و همون مواردی که در قسمت سرفصل خدمتتون گفتیم بررسی خواهیم کرد. تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. شادریان هستم. تو این قسمت میخوایم خروجی پروژه مربوط به جویستیک رو خدمتتون نمایش بدیم. همونطور که مستحضر هستید تو این پروژه من از یه دونه جویستیک استفاده کردم و در واقع الان میخوام وقتی که این رو حرکت دادم به جهت‌های مختلف LED متناسب با اون هم روشن بشه و با توجه به اینکه این یک دکمه هم هست میخوام زمانی که این رو فشار بدم یک کار دیگه هم اتفاق بیفته. خب بریم جهت‌ها رو تست بکنیم. این جهت بالا، جهت پایین، جهت راست و جهت چپ و اگر با همدیگه هم در واقع تلفیقی کار بکنیم ببینید الان دوتاش روشن شد. الان به این صورت، به این صورت و به این صورت کاملا اوکی هست و وقتی به داخل فشار میدم از بازری که اینجا قرار دادم یک صوتی شنیده خواهد شد و همه LED ها روشن به محض اینکه رها بکنم خاموش میشه. لایک و کامنت رو فراموش نکنید. امیدوارم مفید بوده باشه. مرسی.